سلام تماشابینان ارجمند. امروز دوشنبه 20 مارس است. من خیرمان بقازاده نشی امروزه برنامه اخبار آزادی را تقدیم شما میکنم. توجه کنید به سرخط موضوعها. در سراسر تاجیکستان جشنگیری نوروز بین المللی شروع گردید. در کارخانه و مؤسسه های تعلیمی یک هفته تعطیل جاری شده است. صد سیخ کباب میخری میگذرده تاجیکستان همایش بین المللی آب سازمان ملل متحد را که در نیویورک با اشتراک پرزیدنت امامعلی رحمان دایر خواهد شد کنفرانس امید نامیده است. این کنفرانس امید برای 2 میلیارد و 100 میلیون نفر است که به آب آشامیدنی بی خطر دسترسی ندارد. در حالی که دادگاه بین المللی امر حبس پوتین را صادر کرده است، پرزیدنت چین در اولین سفر خارجیش بعد انتخابات اخیر به مسکو رفت. در سراسر تاجیکستان جشنگیری نوروز شروع شد. ساعت و دقیقه تحویل سال یا فرارسی سال نو خورشیدی امسال ساعت 2:24 شب 21 مارس به وقت دوشنبه می باشد. نوروز سال 2010 با تلاش‌های تاجیکستان و دیگر کشورهایی که این جشن را چون عید مهمی ملی و تاریخی اعتراف کرده اند مقام بین المللی کسب کرده است. در جنوب تاجیکستان ساکنان ناحیه مومن‌آباد از اولین برگزار کننده های جشن نوروز بودند و همکار ما محمود جان رحمتزاده در عید ساکنان دهه توتقوو شرکت کرد. شد و لاله خوش رنگ برآمد، بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد. مرغانی هوا جمله بکردند پرواز، مرغ دل من از قفس تنگ برآمد. نوروز مبارک باد، نوروز مبارک باد، نوروز مبارک باد، نوروز مبارک باد. ایامی 18 19 مارس سرکردگی ما با جشن گرفتن عید نوروز سر میکنیم. اولی دو ما ای سومنک سر میکنیم. ای اخیر فوریه ما با سومنک موندن سر میکنیم که ما گندم تازه کرده شسته یک شبانه روز در آب خنک تر میکنیم میمونیم. بعد از آب میگیریم در یک شبانه روز دیگه با به آب میمونیم میسه گندم نش میزنه و گندم ما در لگنات تید میکنیم. در گروش لطای سفیدی تازه پختگی را تر میکنیم در آب میپرتیم. ما هر سحری وقتی که خستیم با پای به طهارت قطعی همون سبزه سمنک خودمون میریم آب میشپیم با همون لطه را تر میکنیم در بلوش میپرتویم. چون که ما همین سنت های قدیمه خودمون ای مادر و مامای خودمون یاد گرفتگیم. ما همین را به جوان دخترها آموخته ایستادیم که همین در آینده دوام دهنده ما باشند که همین انعنای قدیمه ما ای بین نرفته بودند. من نوروز دیگه هممون جانان بهار میخری میگذرده جان صد سیخ کباب میخری میگذرده
و خبری تازه امروز این است که تعطیل بهاری مکتبچه‌های تاجیکستان رسما از فردا 21 مارس سر شده تا 27 مارس دوام میکند. وزارت معارف تاجیکستان گفته است که با سبب در سردی‌های زمستان درازتر شدن تعطیل مکتبچه‌ها استراحت بهاری 5 روز کمتر می شود. برنامه را پی میگیریم. امروز سفر پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان به شهر نیویورک سر شد. انتظار می رود وی در قرارگاه سازمان ملل متحد همایش جهانی بحران آب را باز کند. رهبریت تاجیکستان سالیانی زیاد است که از پیامدهای فاجعه بار گرمشوی اقلیم، آبشوی پریخ‌ها و ضرورت استراتژی قوی در مقابل این چالش‌ها صحبت می‌کنند، ولی منقدان میگویند حل نشده ماندن مسئله دسترسی به آب پاک آشامیدنی در خود تاجیکستان در دوام سال‌های استقلالیت تلاش‌های بین‌المللی رهبریت این کشور را زیر سوال می‌برند. همکارم سلیم ایوبزاد گزارش می‌دهد. مقامات تاجیکستان همایش بین المللی آب را که تحت ریاست یکجایی با نیدرلند برپا می شود کنفرانس امید نام گذاشته اند. این کنفرانس امید برای 2 میلیارد و 100 میلیون نفر است که به آب آشامیدنی بی خطر دسترسی ندارد. امید برای 3 میلیارد و 600 میلیون نفر است که در حال دشوار سانیتری قرار دارد. امید برای 500 میلیون نفر است که به حاجتخانه دسترسی ندارد. امید برای 2 میلیارد و 300 میلیون نفر است که در کشورهای مواجه با کمبود آب به سر برده. از این بین 733 میلیون نفرشون در کشورهای مواجه با کمبود جدی آب زندگی می‌کنند. یکی از این کشورها خود تاجیکستان است که به قول پرزیدنت امامعلی رحمان در 10 سالهای اخیر از 13,000 پیریخش 1,000 را پر را از دست داده است. نیدرلند در پیشبرد سیاست امنیت آبی سیاره از تشبث تاجیکستان دستگیری کرد. کنفرانس برای درک بهتری چالش‌های وابسته به آب، سبب‌های نبود امنیت دسترسی به آب و هم راه‌حل‌های تغییر نظام مدیریت، مالیه، فناوری‌ها، امکانیت‌ها و تشبث‌های ما ضرور است تا که ما طرز رفتار در آینده را بررسی کنیم و از تکرار گذشته دست کشیم. نیدرلند که میگوید منتظر نتیجه های سازنده و واقعی از کنفرانس می باشد امیدوار است که چندین کشور در سطح بلندترین سیاسی عهده‌داری های عملی نشان میدهند. کار در سمت آب امنیت غذایی را بالا میبرد و نابرابری جنسی را کم میکند. کار در سمت آب حضور کودکان را در مکتب، صلح در جامعه و سلامتی انسان را تامین میکند. فرصت عمل همین حال رسیده است. برخی از ناظران بی‌طرف با مؤثر بودن چنین نشست‌ها و شنیده شدن صدای دعوت به عمل در سطح جهانی به ویژه در حالی که چالش‌های بین‌المللی مثل جنگ روسیه علیه اوکراین محتوای مسائل جهانی را پخش کرده است با احتیاط بها می‌دهند. از سوی دیگر با مؤثر بودن دعوت‌هایی که از جانب کشورهای مانند تاجیکستان که با 60% ذخیره‌های آبی آسیای مرکزی نزدیک به نصف اهالیش از کمبود شدید آبی پاک آشامیدنی و پیشرفته آب و کاریز اذیت می‌شود اعتماد ندارند. این تشبث پیش از همه نمایش امامعلی رحمان را در صحنه بین المللی تأمین می کند. دیگر اینکه توجه کمک رسان‌های احتمالی را که در منطقه های پرمشکل تاجیکستان کار کرده در بهبود وضع سهم گذار می شوند جلب می کند. ولی همین چیز مسلم است که اگر رهبریت تاجیکستان و هر کشور دیگر خواهش حل مشکلات خود را داشته باشد، این کار را نه از منبرهای بین المللی بلکه از راه اصلاحات داخلی، تأمین شفافیت دستگاهی حکومتی، مبارزه با کروپسیا و دیگر حالت‌های وابسته به اختلاف منفعت‌ها در داخل دولت و غیره انجام می‌دهد. تحلیلگر سیاسی پیتر لیانارد میگوید وقتی تشبث‌های بین المللی از کشورهای خودکامه و متهم در سرکوبی حقوق و آزادی‌های انسان صدا می‌دهند، کشورهای دیگر احتمال است که از آنها پیروی نکنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وضع ناهنجار نظامیان پیشین این کشور اظهار نگرانی کرده است. در بیانیه این سازمان نوشت طالبان نظامیان سابق را بازداشت و به طور بیرحمانه اذیت میکنند و سپس با استفاده از ابزار و روش‌های بسیار دردآور میکشند. طالبان همواره تعقیب و کشتن نظامیان سابق را رد کردند. کمیسیون با تکیه به نوار در شبکه‌های اجتماعی میگوید طالبان یک سرباز معیوب را شکنجه دادند تا گریه کند و معذرت خواهد. در آخر به خلطه انداختند تا نفس کشیده نتواند و بمیرد.
امروز سی جین پین پرزیدنت چین که بار سیوم به مقام ریاست جمهوری این کشور انتخاب شده است در دایره سفر اولین رسمی خود بعد انتخابات به مسکو رفت. در ملاقات با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین که اخیراً دادگاه جنایت‌های بین‌المللی برای هجومش به اوکراینا یعنی هفته گذشته قرار حبس او را صادر کرد و حالا در انزوای بیشتر قرار گرفته است، مسائل دوجانبه و بین‌المللی بررسی می‌شود. همکارم شهلا گلخوجه گزارش می‌دهد. روز دوشنبه 20 مارت پرزیدنت چین سی جین پین باری اول در 4 سال اخیر وارد روسیه شد. این در حالی است که روسیه برای حمله‌اش به اوکراین هدف گوشه‌گذاری بیشتری بین‌المللی می شود. این سفر با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین امکان کم نظیر آن را فراهم می آورد که اعلام دارد کشورش در انزوای کامل بین‌المللی نیست. این در حالی است که آخر هفته گذشته دادگاه بین‌المللی جنایی در گاگا قرار بازداشت پوتین را برآورد که به جنایت‌های حربی در اوکراین گناهکار می شود. جنگ در اوکراین احتمال می رود در مرکز صحبت‌های پوتین و سی جین پین قرار بگیرد. ماه گذشته چین یک تشبوس صلح اوکراین را مطرح نموده بود که از موقع روسیه جانبداری نموده کشورهای غربی را مسئول تجاوز بی‌دلیل روسیه به خاک اوکراین می‌داند. در چارچوب تشبوس چین آتش‌بس و مذاکرات صلح روسیه و اوکراین مد نظر است. کرملین از برنامه چین استقبال کرد. در عرفه سفر رهبر چین پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین از استواری روابط بین دو کشور ستایش کرد و گفت هرگز این روابط به این اندازه مستحکم نبوده است. پوتین در یک مطلب خود که روز 19 مارت در ژنمین ژباو نشریه رسمی حزب کمونیستی چین نشر شد تلاش کرد روسیه و چین را همچون اتفاقچیان نزدیک تصویر نماید که ضد سلطه طلبی آمریکا و توسعه ناتو از جمله در قاره آسیا و اقیانوس آرام متحد شدند. در این مطلبش پوتین حمله بی‌دلیل خود را با اوکراین که باعث هلاکت ده‌ها هزار نفر شد روی پوش کرده آن را بحران داخلی نام برد که از سوی ناتو برانگیخته شده است. این بیانیه بر دروغ کرملین در هندوستان مورد خنده خریش قرار گرفته بود. با این حال جنگ روسیه موضوع اصلی بحث دو رهبر در ملاقات آنها در مسکو خواهد بود. پوتین در مقالش به سی جین پین برای موقع با توازنش در رابطه با جنگ و تلاشش برای پایان بردن آن اظهار سپاس کرده است. کارشناسان میگویند در این روابط مقام چین باز هم بالا می رود، زیرا اقتصاد روسیه از شدت تحریم‌های غرب رنج میکشد و این وابستگی کرمل را در تجارت به پکین افزایش میدهد. چین برای روسیه به مهمترین مسیر ترانزیت واردات مالی از جانب غرب ممنوع شده تبدیل یافته است. موضوع اصلی دیگر مذاکرات روابط اقتصادی از جمله صادرات منابع انرژی روسیه به چین خواهد بود. پوتین و سی جین پین در ظرف 13 سال اخیر تقریباً 40 بار در مقام‌های مختلف ملاقات کردند. بار آخر پرزیدنت چین سال 2019 به مسکو سفر داشت. رهبران چین و روسیه ماه سپتامبر سال 2022 در یک نشست امنیتی در ازبکستان واخوردند. و یک خبر عبدالستار پیر محمدزاده یکی از 7 روزنامه‌نگار سال 2022 به حبس محکوم شده است. شرایط بد محبس خوجند شکایت کرده است. در نخستین ملاقاتش با خانواده پیر محمدزاده گفته است در یک اتاقی که او هم آنجا نگهداری می شود 60 زندانی به سر میبرند. دسترسی به آب پاک آشامیدنی مشکل است و در این شرایط بیماری منینگیت یا ورم مینه سرش بیشتر اذیت میکند. نظر مقامات محبس‌های تاجیکستان فعلا دسترس نیست. حکم 7 سال زندان پیر محمدزاده که بر اساس اتهام افراطگرایی صادر شد هم از جانب او و نزدیکانش و هم حامیان حقوق چون دارای انگیزه‌های سیاسی انتقاد شده است. و بینندگان عزیز برنامه اخبار آزادی در همینجا به آخر میرسد. خبرهای بیشتر در وبسایت و صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک توک و ادنکلاستیکی دسترسند. اگر خود شما هم شاهد خبر و حادثه یا منظره جالبی شدید میتوانید از طریق واتساپ و تلگرام با ما در تماس شوید. نوروزتون مبارک.